میخوام یه راه جالب برای کشیدن امواج دریا بهت یاد بدم. مثل من ترتیب رنگات رو رعایت کن و بعد از هر بار فید کردن بذارشون داخل دستگاه و لایه بعدی رو روش اجرا کن. تو کپشن یه نکته مهم در رابطه با درست کردن رنگات نوشتم که حتما مطالعه کن. خب بریم سراغ امواج دریامون. مثل من لاکچل سفیدت رو زمینه قرار بده و نکته مهمش اینجاست که قلمت برای فید کردن حتما باید به اسیتون آغشته باشه. بعد از هر بار خوش شدن لایه زیری لایه رویی رو اجرا کن. حتما تاپکات زمینت رو بزن و بعد شروع کن به کشیدن ساحلت. روش پودر کلیر بریز و بذار دستگاه. حالا برای جلوه بیشتر کارت بعضی از جاهای امواجت رو با پنسل برجسته کن. و حالا تو یه ساحل جذاب داری که میتونی باهاش کلی مشتری جذب کنی. بفرست برای اونی که